در پانتانال به دلیل وجود مرداب‌ها و گیاهان زیاد، حلزون‌های زیادی زندگی می‌کنند. در ماه آگوست که فصل خشکسالی است، تمام این مرداب‌ها به دشت تبدیل می‌شوند. تنها چند استخر کوچک گل‌آلود باقی می‌ماند. این زمانی است که حلزون‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرند. آنها برای میلیون‌ها شکارچی غذا درست می‌کنند. به خصوص کیمن‌های سیاه. کلسیم موجود در پوسته حلزون به کیمن‌ها کمک می‌کند تا پوست خود را ضخیم کنند. اما حلزون‌هایی که از شکار شدن جان سالم به در می‌برند باید با چالش بسیار بزرگی غلبه کنند. زمانی که بارندگی دوباره آغاز می‌شود، دشت‌ها سبز شده و رودخانه‌ها دوباره جاری می‌شوند. البته این دشت‌های پر از آب برای بازیافت علف‌های مرده به حلزون‌ها نیاز دارد. زیرا زمانی که آب دوباره جاری می‌شود، هیچ اکسیژنی در زیر آب وجود ندارد. گیاهان باید زنده شوند تا اکسیژن تولید کنند. زنده کردن گیاهان مرده کار حلزون هاست. البته بدون اکسیژن حلزون نمیتواند برای انجام کار خود زنده بماند. خوشبختانه حلزون یک سلاح مخفی دارد. برخی از حلزون ها دارای یک زائده تلسکوپی خاص هستند که میتواند تا 8 سانتی متر گسترش یابد. این زائده هوا را از بالا به پایین پمپاژ می کند. اکنون او اکسیژن کافی برای کار خود دارد. تغذیه مداوم میلیون‌ها حلزون پانتانال را زنده و سرشار از مواد مغذی می کند. اکثر حلزون‌ها بی‌ضررند که با پوستی در پشت خود روی زمین می‌خزند. این معمولاً تنها تصویر حلزون در ذهن شماست. اما همه حلزون‌ها این گونه نیستند. برخی حلزون‌ها در آب زندگی می‌کنند، برخی در آکواریوم و در حالی که برخی در زیر زمین زندگی می‌کنند. حلزون‌ها حشره نیستند. حلزون یا لیسک نوعی نرمتن است که در رده شکمپایان و در خانواده بی‌مهرگان قرار می‌گیرد. آنها هم قابلیت زندگی در آب و هم در خشکی را دارند. البته حلزون‌هایی که در خشکی زندگی می‌کنند، محیط آنها باید رطوبت بالایی داشته باشد. به دلیل نداشتن لایه محافظ جلوگیری از تبخیر رطوبت، بدن آنها نیاز به آب و رطوبت بالا دارد. به همین دلیل بیشتر در شب و روزهای بارندگی فعالیت می کنند. علت قرار گرفتن آنها در رده شکمپایان قرار گرفتن پاهای آنها در زیر شکم است. زیست شناسان تا به امروز بیش از 30,000 گونه حلزون را شناسایی کردند، زیرا حلزون از محیط زیست متنوعی برخوردار است. ابتدا محل زندگی آنها دریا بوده و به مرور زمان، یعنی با گذشت میلیون‌ها سال، بعضی در آب‌های شیرین و بعضی در روی زمین سازگار شدند و بعضی هم در اقیانوس باقی ماندند. حلزون‌هایی که در خشکی زندگی می‌کنند، اکثراً از گیاهان اطراف تغذیه می‌کنند. حلزون‌ها معمولاً صدف دارند، اما برخی از گونه‌های بی صدف مشاهده شده است. چشم آنها معمولاً بر روی 2 شاخک روی سر قرار دارد. حلزون‌ها با عقب کشاندن بدن به درون صدف از خود محافظت می‌کنند. حلزون‌هایی که در خشکی زندگی می‌کنند معمولاً صدف آنها کوچک است یا اصلاً صدف ندارند.
به همین دلیل شبها فعالیت می کنند که از نور خورشید و خشک شدن پوست خود جلوگیری کنند. تغذیه آنها بیشتر از سبزی هاست. حلزون سیب یا حلزون آکواریومی جانوری نرمتن است که در نواحی گرمسیری و معتدل زندگی می کند. این گونه بزرگترین حلزون آب شیرین در جهان است. آنها هم شش و هم آبشش دارند. آنها برای اینکه حرکات خود را آسانتر انجام دهند، از غده هایی که در پاها یا شکم خود دارند، ماده‌ای چسبناک بیرون می کنند که آسانتر بتوانند حرکت کنند. این ماده چسبناک سبب می شود حتی اگر حلزون از روی یک تیغ هم عبور کند، بدن او آسیب نبیند. حلزون ها دشمنان زیادی در طبیعت دارند، از جمله سوسک، مار، قورباغه، لاک‌پشت، پرندگانی مثل مرغابی و قاز. حتی مورچه ها از دشمنان آنها حساب می شوند. نگهداری حلزون ها آسان است. معمولاً در طبیعت 10 سال عمر می کنند، اما در محیط های بسته عمر آنها حدود 3 تا 7 سال است. حلزون های بومی تا 15 سال هم عمر می کنند. برای انسان و جانوران دیگر بی خطرند. نگهداری آنها بسیار کم هزینه است و به ندرت به بیماری مبتلا می شوند. بهترین دما برای پرورش یک حلزون بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد است و محیط آنها باید حدود 60 تا 80% رطوبت داشته باشد.